به جای اینکه مدام به مشکلات زندگی فکر کنید و غیر قابل حل ببینید، بهتره به این فکر کنید که چطوری روحیه شاد و پر انرژی رو در خودت ایجاد کنید. گاهی اوقات تغییرات کوچیک در زندگیمون میتونن ما رو به اهداف بزرگتر برسونن و کمک کنن تا سالمتر و شادتر زندگی کنیم. تأثیر این تغییرات رو اصلاً دست کم نگیرید. این روش ها برگزیده‌ای از رفتارهای افراد موفق دنیاست. پس همین الان کاغذ و قلمتون رو بردارین و این تغییرات رو در زندگیتون اعمال کنید. مورد اول، ورزش و سوزاندن کالری. اولین کاری که میتونه به شما کمک کنه سوزاندن کالری و تقویت عضله است. ورزش کردن نه تنها به تناسب اندام کمک میکنه، بلکه روحیتون رو تقویت میکنه. برای شروع میتونید با حرکات هوازی مانند اسکات شروع کنید. حرکات هوازی رو هرچه آهسته تر انجام بدین، تأثیرش رو بیشتر میبینید. انجام این حرکات ورزشی باعث ترشح اندورفین در بدن میشه که هورمون شادیه و روحیه رو تقویت میکنه. مورد دوم، ترک سیگار. آلبرت انیشتین میگه سیگار کشیدن مانند این است که خود را به آرامی به سوی مرگ سوق دهید. پس مصرف دخانیات نه تنها سلامت شما را تهدید میکنه، بلکه باعث کاهش عمر و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، ریوی و سرطان میشه. به جای سیگار، تفریحات سالم و روابط اجتماعی مثبت رو در برنامه‌تون بگنجونید. مورد سوم، کشش گربه در ابتدای روز. هر روز صبح 30 تا 60 ثانیه بعد از بیدار شدن بدن خودتون رو مانند یک گربه بکشید. این حرکت به بازیابی بدن شما کمک میکنه. روی کف اتاق 4 دست و پا بشید و پشت خودتون رو به سمت سقف بپیچونید و 10 ثانیه در این حالت مکث کنید. حالا به سمت معکوس خم بشید و شکمتون رو به سمت کف اتاق پایین بیارید. این کشش باعث افزایش جریان خون و کشش عضلات میشه که کمک میکنه تا جوانتر و پر انرژی تر به نظر برسید. ارسطو یکی از بزرگترین فیلسوف‌ها و دانشمندان تاریخ بشره و شاگرد افلاطون هم بوده. سخن شیرینی داره که واقعا نمیشه ازش به این راحتی گذر کرد. صبحانه‌ای که با ورزش شروع بشه روزی پر انرژی رو به همراه میاره. پس 4مین مورد، اصلاح روش غذا خوردن. 1 دقیقه قبل از شروع غذا به عطر و طعمش فکر کنید و مواد تشکیل دهندش رو در ذهنتون مرور کنید. حالا اولین قاشق رو با آرامش مزه کنید. افرادی که با آرامش غذا میخورن و بین هر لقمه‌شون مکث میکنن معمولاً وزن کمتری دارن و از غذا لذت بیشتری میبرن. تناسب اندام نه تنها به سلامت جسمی کمک میکنه، بلکه اعتماد به نفس و شادی رو هم افزایش میده. مورد پنجم، خندیدن و گریه کردن. ما فهمیدیم که خندیدن باعث ترشح اندورفین در بدن میشه و زندگیمون رو شادتر میکنه. همچنین گریه کردن کمک میکنه تا احساسات منفی رو از درون تخلیه کنیم و سبک بشیم. گاهی اوقات گریه کردن میتونه بهترین راه برای رهایی از استرس و ناراحتی ها باشه و اینجاست که مولوی میفرماید خنده بر هر درد بی درمان دواست. خندیدن میتونه بهترین دارو برای بسیاری از مشکلات باشه. این کار رو میتونید با یک جوک، کلیپ یا رقصیدن با آهنگ شاد انجام